سلام به رفقای گلم. به ویدیوی امروز خوش اومدین. اگه به دنبال یک ماده طبیعی برای پاکسازی بدن، آرامش اعصاب و حتی کمک به کاهش وزن هستین، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین، چون امروز قراره درباره یکی از مفیدترین میوه‌های خشک و تازه یعنی آلوسیا صحبت کنیم. میوه‌ای که از زیر طبیعت میاد و خواص درمانی فوق‌العاده‌ای داره. معرفی آلوسیا نوعی آلو است که طبعی سرد و تر دارد. در طب سنتی ایران و بسیار از فرهنگ‌های شرقی، آلوسیا به عنوان یک داروی طبیعی برای تصفیه خون، گوارش و حتی بیماری‌های کبد شناخته می‌شود. کمک به گوارش و یبوست. یکی از معروف‌ترین خواص آلوسیا کمک به درمان یبوست، یعنی میوه سرشار از فیبرهای محلول و نامحلول است که به حرکت روده ها کمک می‌کند و یبوست مزمن رو درمان می‌کند. اگه هر شب چند عدد آلوسیا رو در آب شسته و صبح ناشتا مصرف کنید، گوارش منظم و سبک میشه. علاوه بر این، اسیدهای طبیعی معده در آلو مثل سوربیتول و فنول ها باعث تحریک عملکرد روده میشن. کاهش فشار خون و پاکسازی خون. آلوسیا سرشار از آنتی اکسیدان ها و پتاسیم. پتاسیم یک ماده معدنی مهم برای کنترل فشار خون و میتونه فشار خون بالا رو کاهش بده. همچنین آلو به تصفیه خون کمک میکنه و سموم بدن رو دفع میکنه. مصرف منظم باعث میشه پوست شفافتر و انرژی بدن بیشتر شه. آرامش اعصاب و رفع استرس. یکی دیگه از خواص آلوسیا تاثیرش روی سیستم عصبیه. این میوه حاوی منیزیم و ویتامین های گروه بی است که برای عملکرد مغز و آرامش اعصاب ضروری اند. اگر شب‌ها بدخوابید یا استرس زیادی دارید، یه دمنوش ساده از آلوسیا میتونه معجزه کنه. 5. تقویت سیستم ایمنی بدن. آلوسیا منبع خوب از ویتامین C و آنتی اکسیدان های قویه. این مواد باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشن و بدن رو در برابر بیماری ها مقاوم میکنن. اگر مدام سرما میخورید یا احساس ضعف میکنید، آلوسیا در برنامه غذایتون جا بدید. 6. کمک به کاهش وزن و چربی سوزی. برخلاف شیرینی طبیعیش، آلوسیا کالری کمی داره و فیبر بالاش باعث احساس سیری میشه. وقتی قبل از وعده غذای چند عدد آلوسیا بخورید، کمتر غذا میخورید و اشتها کاهش پیدا میکنه. همچنین آنتی اکسیدان هایش متابولیسم بدن رو بالا میبره و چربی سوزی رو فعال میکنن. سلامت استخوان ها. یکی از خواص کمتر شناخته شده آلوسیا تقویت استخوان هاست. آلوسیا حاوی ویتامین K، منگنز و بور هست که در سلامت استخوان ها نقش اساسی دارن. تحقیقات نشون دادن مصرف روزانه آلو خشک میتونه از پوکی استخوان جلوگیری کنه، مخصوصا در خانم‌ها بعد از یائسگی. 8. تنظیم قند خون. با اینکه طعم آلوسیا شیرینه، اما شاخص گلیسیمیاش پایینه، یعنی قند خون رو سریع بالا نمیبره و برای افراد دیابتی هم میتونه در حد متعادل مفید باشه. فیبر موجود در آلو جذب قندها رو آهسته میکنه و از نوسان شدید قند خون جلوگیری میکنه. 9. هشدار و موارد منع مصرف. با همه خواصش، آلوسیا هم باید با اعتدال مصرف بشه. مصرف زیاد ممکنه باعث اسهال یا نفخ بشه، به ویژه اگه به صورت خام و زیاد خورده بشه. افرادی که مشکلات کلیوی دارن یا باید پتاسیم کمتری مصرف کنن، بهتره با پزشک مشورت کنن. خب دوستان عزیز، همونطور که دیدید، آلوسیا یه میوه کوچیک ولی خواص درمانی زیادی داره که اگه شما هم تجربه مصرف آلوسیا دارین یا ترکیب خاصی باهاش درست میکنین، حتما برامون توی کامنت بنویسین. فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی درباره خواص گیاهان دارو رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی سالم و پر انرژی باشید. هر برگ میتواند درمانگر باشد.